ترتیب به قیدگیری اسناد حالت شهروندی طبق کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی مقرر کرده شده است. به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی در روند عملیگردانی حقوق و عهدهداری‌های شهروندان اهمیت مهم داشته، تامین سریوقتی آن از بلند بودن معرفت حقوقی اهالی وابستگی زیچ دارد. ابراز گردید در واخوری کارمندان شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت مختار کیستان بدخشان با کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه ونج و کاتبان جماعت‌های دهاتی این ناحیه، سردار شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت مختار کیستان بدخشان عزیزبکزاده مهینه دولتبک قید نمود که به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی همچون اساس مهم مقرر نمودن حقوق و امتیازهای شهروندان امکانیت می‌دهد که هنگام به میان آمدن بحث‌های مختلف حفظ قانونی منفعت‌های شهروندان تامین کرده شود. همزمان در واخوری بابت درست به راه ماندن حجتگزاری رعایت سریوقتی قانون‌های حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به سمت مذکور، ثبت سریوقتی تولد کودک، ثبت نکاح، بیکارکنی عقد نکاح، وفات، فرزندخوانی، عوض نامناسب و دیگر مسئله ها مورد تحلیل قرار داده شدند. فعالیت 11 ماهه بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه ونج تحلیل گردیده قید شد که در 11 ماه سال جاری نسبت به 11 ماه سال گذشته تولد کودک کمتر به قید گرفته شده. با تاثیر کسلی‌های سن و سالی و بیماری کرونا ویروس ففت و یا جداشوی اویله‌ها این در دوام 11 ماه سال روان با قیدگیری دولتی به کار نمودن عقد نکاح 20 عدد رو تشکیل داده. در همین دوره در سال گذشته این شماره 27 عدد رو تشکیل میداد که در 7 حالت با قیدگیری دولتی به کار نمودن عقد نکاح کم گردیده است. بابت پیشبرد فعالیت من بعده برای کاتبان جماعت دهات توصیه ها داده شده تاکید گردید که پیوسته با مردم بابت قانون‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان علاوه ها به کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان واخوری و ملاقات را دایر نمایند. همزمان در رفت سفر کاری کارمندان شعبه ریاست اسناد حالت شهروندی ولایت مختار کیستان بدخشان اتاق‌های کاری کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه ونج با کامراهای نظارتی تامین گردیدند. از جانب متخصصان کامراهای نظارتی نصب کرده شده به کار درآورده شدند.